سلام، شما خوبین؟ طرز تهیه چیپس آبتوش هندی. این سیروس مینیبوسه که بچه ناف بنبعیه که صبح با مینیبوسش میاد و یه فندک میکشه زیر اذاقش که رادیات مینیبوسشو گرم کنه. بعد یه پیراشکی بزرگ از قبا آماده شده میاره که خدا میدونه شبیه دیوار سین چند تا جنازه توشه. از لشاب جلو خونه‌شون یه دبه ها پر کرده که رنگش با شرک مونه میزنه. از تو سبزاشقال یه مشام سبزیجات اصلاح شده پیدا کرده که اونم میرزه توش، چون لوله دباش گرفته شده یکم تلمبه میزنه و با اضافه کردن لوله بازکن صاف و وایتکس را آب وا میکنه. وقتی با منقار رفت تو پیراشکی طرح پرچم برزیل، در چیپس توپیا رو باز میکنه و با اضافه کردن خاکستر جنازه پدربزرگ مرحوم شروع میکنه توی چیپسا رو با لشا پر میکنه که مشتریاشو را بندازه. میگن نیما شاهرخ شاهی هر کشوری میره دعای 16 رو با خاک یکسان میکنه. سلطان قصد مسافرت داشتی یه زنگ به من بزن لیست چند تا کشور رو بهت بدم، بلکه حداقل این بمبئی رو بهتره کنی. فروش این چیپس آبتوشای هندی هم به صورت تکی صورت میگیره، هم فله‌ای که فله‌ایش با گوشت‌کوبیده برابری میکنه که چون ترکیبش از کلی سرطان تشکیل شده باید زیر نظر دکتر مصرف بشه. این ترکیب خوراک ورزشکارایی که تو برنامه صبح نشاط توف تو چشات تو شبکه سلمان خان راست ساعت 6 صبح پخش میشه. این پیکان سپیان تستره که یه لقمه چیپس آبتوشو حرفه‌ای میزنه بدون اینکه آب پس بده، ولی بقیه چون دهنش ایزوگام نداره هر چی تست میکنن نمیتونن مثل پیکان سپی استعمال کنن که این شامل تخفیف از طرف سیروس مینیبوس نمیشه. خدایافظ.